خدمت به وطن برای هر یک فرد سالم عقل این قرض است. قرض ناموس، قرض وطنداری، قرض خویشتنشناسی است. سرور دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همیشه میگویند ما جوانان رو باید طور آماده بکنیم، طور به وایه برسانیم که برای حفظ مادر وطن همیشه آماده باشند. امروز باشد در دعوت بهاری جوانمردان شهر پنجکند آمدند تا به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان پیوسته این قرض خود را اجرا نمایند. آمدند تا به صف قوه‌های مسلح پیوسته و مادر وطن عزیز خود را حمایت بکنند. ما باشد میرویم به سراغ آن جوانانی که امروز میخواهند اختیاری به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل بشوند. پس ما را پیگیری بکنید، از فکر و عقیده های ایشان برخوردار بگردید. در شهر پنجکند معرکه دعوت بهاری جوانان به خدمت حربی با روحی بلند وطن دوستی، احساس مسئولیت شهروندی و افتخار از وطن آغاز گردید. در روز نخستین این معرکه صدها نفر جوانان سن دعوتی که نزدیک 350 نفر را تشکیل می‌دهند با روحیه بولیده به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گسیل کرده شدند. من آدینه‌زاده بختاور، استقامت کننده جماعت دهات کاستراش دهه کاستراش، پس از ختم دانشگاه ملی تصمیم گرفتم که با خواهش خود خدمت نمایم. خدمت به وطن شرف است. با جوانان و همسن و همسال خود گفتنیم که بیان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان صافدلانه و صادقانه خدمت نمایند. من اسحاق امامعلی سراج‌الدینویچ، استقامت کننده جماعت دهات سرعظم دهه چمقلعه، پس از ختم کالج تکنیکی در شهر یکترینبورگ به خدمت خلق وطن. خدا خواهد به خدمت رفته پدر و مادر حمایت کرده می‌بینم. من دعوتشونده سیدов سنت الله جمعویچ، جماعت شنگ دهه پدرود. من به خواست خودم به خدمت مادر وطن آمده و میخواهم که سربلندانه خدمت مادر وطن خود را کنم. ما جوانان باید خدمت مادر وطن خود را حمایت کنیم و این مرز بوم وطن خود را صادقانه باید هر یک ذره خاک او را ما باید با قدر کرده و او را حفظ نماییم. از جوانان خواهش میکنم که همشون به خدمت مادر وطن آمده با سر بلند خدمت مادر وطن را کنند. من روزقلا ایوب از ساکن جماعت دهات فراب، یکی از دوردستترین دهات فراب، یک گروه جوانان با خواهش خودمان آمده خدمت وطن را ادا میکنیم. از جوانان خواهش میکنم که آمده خدمت کنند، زیرا خدمت خرج هر یک جوانمرد. من حامد شادان از دهه فراب، ما یک گروه جوانان آمدیم که به وطن خود صادقانه خدمت کرده با سر بلند به وطن برگردیم. ما خواهش میکنیم که جوانان همه کسا بیاین خدمت کنند. امروز مادر و وطن را سربازان حمایت میکنند و با سربلندی خدمت را بود کرده به پیش پدر و مادر برمیگردند. مردم دیار پنجکند باستانی، من امروز با تقدیر ما به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان جان ما گسیل کرده سادیم. میخواهیم فرزندان را با روحیه وطن پروری وطن دوستی تربیت نماییم. شکر این وطن که امروز تنج آرام و در هوای صاف آن بی‌غبار ما نفس میکشیم و سیر و گشت نماییم. جان من داوود جان محمد خودزاده می باشد و میخواهم که با سر بلند خدمت وطن را ادا نموده برگردد به نزد پدر و مادرش. سال گذشته همین روز بود، روز 1 اپریل، من میبیرمون را به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل نمودیم و خدا را شکر که 1 سال میشود که او با سر بلند خدمت نموده ایستاده است. و میخواهم که تمام جوانان پدر و مادران با روحی وطن پروری وطن دوستی فرزندان خود را تربیت نمایند و به خدمت وطن مادر سفربار نمایند. رای سفید افسران تاجیک. من مردانقل توریف دهه رواد جماعت دیوار اماندار هستم، نفقه خور دکتر هستم. پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان تمام هستی حیاتشان را برای آزادی، برای تنجی، برای آرامی، برای صلح و صلاح در تاجیکستان بخشیدند و امروز در تمام مناطق کشور ما صلح و صلاح پایدار است
امروز ما فرزندای آوردیم، فرزندای با یک شادی شکوه، با یک خرسندی کمیسریت حربی مقامات اجرایی حاکم دولت شهر پنجکن امروز استقبال گرفت و امروز به صف ارتش ملی سفربر میکنند. من پیش از همه منتداریم رو با کمیسریت حربی شهر پنجکن با رئیس شهر پنجکن میرسانم که امروز فرزندای ما رو با یک تبسم، با یک خرسندی، با یک تنتنه استقبال گرفته به صف ارتش ملی روانه کردیم. من ادای خدمت کردم شهر برلین با ریخستاگ با 3 سال خدمت کردم صافدلانه و امروز نفقه خور هستم. زندگانی آرام دارم. فرزندان نیوره ها همشون خدمت حربیه کرده موسی. ба ин муносибат дар назди майдони парчами давлатӣ маросими бошукӯҳи гусели навазкарон бо иштироки фаъолони ҷомеа, намояндагони ташкилоту муассисаҳо, падару модарон ва наздикони ҷавонон баргузор гардид. нахуст муовини аввали раиси шаҳр Сабур Собирзода даъватшавандагонро бо оғози маъракаи даъвати баҳории хидмати ҳарбӣ рӯзи даъватшаванда аз номи раиси шаҳр табрик гуфта ба эшон муваффақиятҳо таманно намуд. меҳтаром даъватшавандагон, падарону модарон ва ҳозирини гиромӣ, имрӯз бо мақсади таъмини иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 феврали соли 2026 рақами 1143 дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатин шаҳрвандони солҳои таваллуди 1999-2008 ба сафи қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва хизмати ҳарбии марҳилаи аввали гусели навазкарони даъвати баҳорӣ оғоз гардид. даъвати баҳории ҷавонон ба сафи артиш дар ресои баргузор шуда истодааст ки дар кишвари мо баргузории чорабинии гуногуни фарҳангиву фароватӣ бахшида ба иди наврӯзи байналмилалӣ ки дар каламари кишвар аз ҷумла дар шаҳри бостониямон бо тантанаҳои наврӯзӣ баргузор шуда истодааст. ба ин муносибат кулли шумо ҳозирин ва сокинони шаҳрамонро бо иди наврӯз ва оғози фасли зебои баҳор аз номи раиси шаҳри Панҷкен муҳтарам Абдухолиқ Холиқзода самимона муборакбод менамоям. ҳозирини аҷман, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ масъулияти баланд ва пурифтихор буда. ин сохтури бо нуфузи низомӣ дар ҳифзу мудофиаи марзу буми кишвар, таъмини амнияти сарҳади давлатӣ, мубориза бар зидди ҳама гуна қонуншиканӣ дар қаламраи ҷумҳурӣ ҳамчун сипари шикастнопазиру устувор аст.
خیلی فرابخش است که سالهای اخیر صدها جوانان شهر پنجکند به طور اختیاری با امر دل و افتخار بلند وطندوستی به کمیسریت حربی شهر مراجعه نموده آماده هستند که خدمت مادر وطن را سربلندانه اجرا نمایند. شما نیز از جمله چنین اختیاران وطندوست میباشید. امروز طبق نقشه پیش بینی شده زیاده از 340 نفر جوانان وطندوست شهرمان که اکثرا با خواهش خود آمدند میخواهند به خدمت وطن مادر روند و این شماره نقشه گسیل بهاری دعوت جوانان با صف ارتش ملی در شهر پنجکند در مرحله یکم باعث قناعتمندی میباشد. برای تشکیل و در سطح بلند گذراندن معرکه دعوت بهاری جوانان با صف قوای مسلح در کمیسریت حربی شهر تمام شرایط را فراهم آورده شدند. کارمندان کمیسریت عهدهدار شدند که این معرکه را با مسئولیت بلند و رعایت طلبات و مقررات قانونگذاری جانباز نمایند. همدیران عزیز، افتخار است که فرزندان باور و ناموس شهر پنجکند در خاطر دیگر جوانمردان تویستان با صداقت و ایمان کامل با سپارش وطن در صف قوای مسلح جمهوری تویستان برای ادای قرض فرزندی کمر همت می‌بندند. من فکر می‌کنم که این شجاعت و مردانگی جوانان ما همچون میراث از پدر و بابایان وطندارمان به یادگار مانده است. باوری دارم که شما جوانان نیز آنان بهترین پدران و برادران خود را با موفقیت ادامه داده در صف قوای مسلح با سر بلند آداب و اخلاق حمیده و رفتار نمونوی خدمت میکنید و شأن و شرف دیارمان را باز هم بلند میبردارید. حاضرین گرامی، از نام مقامات اجرایی محلی حکومت دولت شهر پنجکند، از نام رئیس شهر پنجکند محترم عبدالخالق خلیق‌زاده، هیئت با نفوذ گروه اولین دعوت شدگان معرکه بهاری را با آغاز ادای خدمت و مادر وطن تبریک و تهنیت گفته و شما فرزندان عزیز تن صحت، نیروی توانا و در راه خدمت صادقانه به نفع وطن عزیزمان تویستان صاحب اخلاق، کامیابی و پیروزی ها آرزو می‌نمایم. برایتان راه سفید و خدمت صادقانه به وطن تمنا دارم. فرزندان عزیز، سلامت و سربلند باشید. با دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهری پنجکند، کمیسریت حربی و جماعت‌های دهات کارهای تشکیلی و فهماندهی سری وقت و در سطح ضروری براه مانده شده جوانان با درک بلندی مسئولیت و حس افتخاری وطنداری به خدمت حربی سفر برگردیدند. خود دعوت شوندگان نیز ضمن صحبت با روحیه بولیده اظهار داشتند که خدمت وطن را قرض مقدس و شرف بزرگ می‌دانند. آنها تاکید نمودند که آمادند برای حفظ مرز و بوم کشور، صلح و ثبات و آرامی جامعه صادقانه خدمت نموده به باوری دولت و ملت سزاوار بگردند. سخن به نوازگر حسنов مصطفی-قول. مرحمت. من نوازگر حسنов مصطفی-قول افتخار میکنم که پس از ختم دانشگاه دولتی اتومبیلی راهسازی شهر مسکو با خواهش خودم با صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل میشوم و چنین با جوانان مراجعت میکنم که بیایید خدمت مادر وطن را مردانوار اجرا نماییم. وطن سر می شود از گوهره، از شیر پاک پیستان مادر. تشکر برای توجه. سخن نوبتی به نوازگر بوریف محمد جان. مرحمت. من نوازگر بوریف محمد جان از جماعت دهات موقعیان می باشم. من با خواهش خود تصمیم گرفتم که به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شوم. به جوانان شهر پنجکند گفتنی آن دارم که مردانوار و صافدلانه به خدمت مادر وطن رهسپار کردند و در آخر گفتنی اند در راه وطن جان فدا میکنیم، وطن هر چی گوید ما ادا میکنیم. بعد تشکر زیاد. تشکر. سخن نوبتی به پدری نوازگر سوفیف اشربای از جماعت دهات موقعیان. سلام علیکم پدر و مادران عزیز. من پدری دعوت شونده زاده دهی پل گرداب سوفیف اشربای می باشم. من پسر خود را امروز با امر دل به خدمت وطن می رود با افتخار به صف ارتش ملی گسیل می کنم. خدمت کردن به وطن شرف است، زیرا ما با این عمل خود صداقت و محبتمان را با وطن این مرز بوم و پیشوای معظم ملت اثبات می نماییم.
از پدر و مادران خواهش میکنم که فرزندان در روحی و تندرستی تربیت نموده و سر خود خدمت حربی گسیل نمایند، زیرا حمایت مرز بوم وطن قرض و شهروندی هر یکی ساکنی کاری میباشد. راه سفید فرزندان عزیز، ساق روی سلامت برگردید و دختون رحمت. سلامت باشد. سخنی نوبتی به مادر نواسکر نورالله و لولا از جماعت دهات شینگ. السلام علیکم. من مادر نواسکر نورالله بهروز جان از جماعت دهات شینگ دهه باغچه می باشم. این باعث افتخاری و سربلندی من است که فرزند من بهروز جان امروز با خواهش خود به خدمت مادر وطن رفته ایستاده است. این خیلی باعث افتخاری من است. من از همه جوانان خواهش میکنم که با خواهش خود به خدمت مادر وطن رفته سربلندانه خدمت نمایند. در آخر دعای من هم که مادر به همه نواسکران این است که ساق سلامت به خدمت مادر وطن رفته با ساق سلامت به نزد پدر و مادرشان به خانه‌شان برگردند. در ادامه چاره‌بینی به یک قطار فعالانی که در تشکیل معرکه دعوت سهم نظر از گذاشتند، سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کرده شد. مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین سپاسنامه به خواجه‌یار و خالده مادر نواسکر برای سهم ارزنده در تامین اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 28 فوریه سال 2026 تحت رقم 1143 درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1999 2008 را و مناسبت مراسم گسیل بهار نواسکران در سال 2026 به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده شد. رئیس شهر عبدالخالق خالق زاده. سپاسنامه نوبتی با چنین مضمون به سعدالله یادگار پدر نواسکر. همچنین سپاسنامه به تیلیابا و مقصوده مادر نواسکر. مادر نواسکر تیلیابا و مقصوده. بخش سیاسی مراسم گسیل بهاری دعوت شدگان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان را انجام می‌بخشد.
барномаи фарҳангии идона бо иҷрои сурудҳои ватандӯстона, таронаҳои ифтихорӣ ва рақсу оҳангҳои ҷолиб фазои чоравиниро боз ҳам рангоранг ва хотирмон гардонид. инчунин маросими анъанавии насибагирӣ ба ин лаҳзаҳо ҳусни хоса бахшида, ҳамчун рамзи дуои неки падару модарон ва орзуҳои неки мардум барои фарзандони худ арзёбӣ гардид. мо ҷавонон қалби дидори ватан, саф ба саф ҳар рӯз дар кори ватан. мо иваз кардан намехоҳем ҳеҷ ба гули мулки дигар хори ватан. ватан марзи саодатпарваратро пос медорем, дару боми муҳаббат офаратро пос медорем. чу мероси ҳазорон солаи таърихи инсонӣ, замину осмони бофаратро пос медорем. ҳозирини азиз, ҳамаи шуморо ба маросими гусели наваскарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон самимона хайрамақдам намуда, барномаи фарҳангиву фароғатии ҳунармандони бахши фарҳанги шаҳри Панҷакентро манзури шумо мегардонем. марҳабо. تو بخت جاودانه‌ای، تو بهترین ترانه‌ای، زی نسل پاک آریا برای ما نشانه‌ای، برای ما نشانه‌ای. وطن جان وطن، وطن جان وطن، وطن جان وطن، وطن جان وطن. میانی عرصه تاریخ زی بردی نیکو به بها، میانی عرصه تاریخ زی بردی نیکو به بها، کشیدی شهد استقلال مبارک بختی به زوال، مبارک بختی به زوال. وطن جان وطن، وطن جان وطن، وطن جان وطن، وطن جان وطن. لیوای تو، لیوای تو، لیوای تو، لیوای تو، لیوای تو زند جولان زی قلعه عالی سامان برای ملتی تاجیک. وطن عزیزی تو چون جان، وطن عزیزی تو چون جان. وطن جان وطن، 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 وطن جان وطن.
چشمه ها بردی پرشستی تو را دوست دارم خلق گل دستی تو را چشمه ها بردی پرشستی تو را دوست دارم که دشتت روزی جان هر غزالی شوخ و سرمستی تو را دوست دارم که دشتت روزی جان هر غزالی شوخ و سرمستی تو را دوست دارم هر نهالی سبزی تو هم بدخشان هم زرفشانی تو را دوست دارم هر نهالی سبزی تو هم بدخشان هم زرفشانی تو را دوست دارم هر نهالی سبزی تو هم بدخشان هم زرفشانی تو را هم بدخشان هم زرفشانی تو را هم بدخشان هم زرفشانی تو را وطن جانی که در جانی من و توست وطن آنی که در خانی من و توست وطن آینه آویزان است وطن پاکی وجدانی من و توست وطن آینه آویزان
نظرم گلی رعنایی، نسیم صبحی دم شعری دریایی، هزاران قصه سبزی رویایی، و چشمم از همه خوب و زیبایی، هزاران قصه سبزی رویایی، و چشمم از همه خوب و زیبایی، زیبایی رقصیدنی تو رقصی گل روز، ای یار برقص با نغمه و ناز، رقصیدنی تو رقصی گل روز، ای یار برقص با نغمه و ناز. از اون روزی که زارم و تلایم، من از اهل جهان دور و جدایم، فقط میخوام از دنیا که دایم برقصی و برقصی از برایم، برقصی و برقصی از برایم، رقصیدنی تو رقصی گل روز، ای یار برقص با نغمه و ناز، رقصیدنی تو رقصی گل روز، ای یار برقص با نغمه و ناز. سلامی موجی دریا در لبانم، خروش عشق در جسم و جانم، از آتش پانه چشمان مست است، سراپا سوخ مغزوست تو خانم، سراپا سوخ مغزوست تو خانم، در نظرم گل رعنایی، نسیم صبحی دم شعری دریایی، هزاران قصه سبزی رویایی، و چشمم از همه خوب و زیبایی، هزاران قصه سبزی رویایی، و چشمم از همه خوب و زیبایی، زیبایی رقصیدنی تو رقصی گل روز، ای یار برقص با نغمه و ناز، رقصیدنی تو رقصی گل روز، ای یار برقص با نغمه و ناز. شبنمی گل باده گل پوش من، محرمی رازی دل خاموش من، شبنمی گل باده گل پوش من، محرمی رازی دل خاموش من، طبیبان دیگر بوسه زنی بر سر و بر دوش من، نیست نیازم و طبیبان دیگر بوسه زنی بر سر و بر دوش من، من بودم و وصف تو و کام دل، تای شود عشق تو فراموش من، من بودم و وصف تو و کام دل، تای شود عشق تو فراموش من. شبنمی گل باده گل پوش من، محرمی رازی دل خاموش من، شبنمی گل باده گل پوش من، محرمی رازی دل خاموش من.
من بلبل شیدای گلستانی تویم، من یوسفی گم گشته کنعانی تویم، من یوسفی گم گشته کنعانی تویم. تو شمع فروزان شبستانی منی، تو کی اسیر دام هجرانی تویم، تو کی اسیر دام هجرانی تویم. درگیلم درگیل، دردیم درگیل، درگیلم درگیل، دردیم درگیل. یکسم نسوب دین ای نسوب دختر، یکسم نسوب دین ای نسوب دختر. ای درگیلم درگیل، دردیم درگیل، درگیلم درگیل، دردیم درگیل. لبخشایی با تکلم زی کلامت گردم، لبخشایی با تکلم زی کلامت گردم. مژده وصل رسانی زی پیامت گردم، مژده وصل رسانی زی پیامت گردم. جلوه قامتی تو روحی روان است مرا، جلوه قامتی تو روحی روان است مرا. خیز و بخرام کیا سرو خرامت گردم، خیز و بخرام کیا سرو خرامت گردم. با تواضع گهی پیش نظر میگذری، میدهی گاه سلامی زی سلامت گردم، میدهی گاه سلامی زی سلامت گردم. لبخشایی با تکلم زی کلامت گردم، مژده وصل رسانی زی پیامت گردم. سیدا از علمو وعده تو گشت کباب، سیدا از علمو وعده تو گشت کباب. سوختی جان منه وعده خامت گردم، سوختی جان منه وعده خامت گردم. لبخشایی با تکلم زی کلامت گردم، لبخشایی با تکلم زی کلامت گردم. مژده وصل رسانی زی پیامت گردم، مژده وصل رسانی زی پیامت گردم.
چراغی ای راهنمای ملت رهجوی بخت خلقی ای رهکشای ملت پرنور شه چراغی ای راهنمای ملت رهجوی بخت خلقی ای رهکشای ملت دستانی صلح و وحدت با خون دل نوشتی از خشت جسم و جانت کردی بنای ملت دستانی صلح و وحدت با خون دل نوشتی از خشت جسم و جانت کردی بنای ملت کم سرور به عالم با چاره فراهم از انتهای ملت جز ابتدای ملت کم سرور به عالم با چاره فراهم از انتهای ملت جز ابتدای ملت ای پیشوای ملت ای راهنمای ملت ای رهکشای ملت ای پیشوای ملت ای پیشوای ملت ای راهنمای ملت ای رهکشای ملت ای پیشوای ملت چهره کشاده با همت زیاده بردی برای دنیا نور و صفای ملت با چهره کشاده با همت زیاده بردی برای دنیا نور و صفای ملت تا چشمی ده بردی سیمای نیکی ملت تا منبری جهانی شیر صدای ملت تا چشمی ده بودی سیمای نیکی ملت تا منبری جهانی شیر صدای ملت بین هزار ملت در چشمی ده عیان شد با قامتی رسایت ارزنده جای ملت بین هزار ملت در چشمی ده عیان شد با قامتی رسایت ارزنده جای ملت ای پیشوای ملت ای راهنمای ملت ای رهکشای ملت ای پیشوای ملت ای پیشوای ملت ای راهنمای ملت ای رهکشای ملت ای پیشوای ملت ای پیشوای ملت ای راهنمای ملت ای پیشوای ملت ای رهکشای ملت ای پیشوای ملت ای راهنمای ملت ای پیشوای ملت شکر وحدت شکر دولت شکر استقلال ما شکر نعمتهای افزون شکر بر اقبال ما با همین برنامه فرهنگی و فراغتی هنرمندان بخش فرهنگ شهر پنجکین بخشیده و مراسم گسیل نواسکران و صف قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان حسنی انجام یابد. برای اشتراکتان تشکر. سلامت و سربلند باشید. گسیل تنتنوی جوانان به خدمت حربی در شهر پنجکند باری دیگر ثابت ساخت که نسل جوانی کشور با احساس بلند وطن دوستی، خودشناسی ملی و صداقت به دولت و ملت آماده است که رسالت مقدس خود را حفظ وطن و دستاوردهای استقلال را با سربلندی اجرا نماید.